خب خوش اومدیم به چنل من و یه ویدیوی دیگه. موضوع امروز یه مقدار متفاوته، راجع به اینه که چرا ما باید حتما ورزش کنیم. و برای این ویدیو من براتون سرفصلا رو اینجا نوشتم که یادم نره و دونه از روشون بخونم. خب اول بذاریم بگم من کی هستم، اینجا کجاست. این چنل منه و هدف از این چنل اینه که عقایدمو و طرز فکرم رو بیان کنم و شما به مرور زمان حداقل یک نفر طرز فکرش عوض بشه یا بهتر بشه، بتونه سبک زندگیش یا لایف استایلش رو بهتر کنه و یه زندگی بهتر پیش ببره و این چیز مهمیه. حداقل کاری که از دستم برمیاد پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو نگاه کنید، چون احتمالاً دیدتون به ورزش عوض بشه. خب اولش میخوام اینجوری بهتون این داستان رو شرح بدم که دیدین بعضی وقتا صبح پا میشین بیحالین یا تو طول روز خیلی اوقات میافتین یه گوشه حال انجام هیچ کاری رو ندارین. این اتفاق قطعا برای هممون زیاد افتاده، واقعا حس بدیه. یکی از چیزایی که این اتفاق باعث میشه این اتفاق کمتر بیفته همینه که ورزش کنیم. ورزش اندام شما رو به کار میندازه و تا حدودی استفاده مغز رو میاره پایین. یعنی در زمانی که شما داری ورزش میکنی بیشتر از اندام استفاده میشه، کمتر از فکر. این خودش باعث میشه که شما کمتر برید تو تخیل و فکر و خیال، واسه همین اعصابت آرومتره و بعد از اون یه استراحت خوب به مغز دادی، بدنت آماده است که یک فعالیت ذهنی رو انجام بده. و بهترین راه هم برای اینکه از این حالت خارج شی قطعا همین ورزشه. در واقع میشه گفت حتی تنها راه. شاید راههای دیگه هم باشه ولی قطعا نه به اندازه ورزش موثرن، نه به خوبی ورزش هستن. و نکته‌ای که وجود داره اینه که حتما هم نیاز نیست که شما ورزش‌های خیلی سنگین انجام بدید. برین آقا 40 کیلو 50 کیلو مثلا پرس سینه بزنید یا برید باشگاه با وزنه تمرین کنید. یک سری ورزش‌های ساده صرفا مثل پیاده روی یا یوگا یا چند تا چیز که بهتون در آخر ویدیو میگم، اگر میخوایم به راحتی ورزش رو شروع کنین، هزینه‌ای نکنید و خوب پیشش ببرین، چه کار کنید. یک سری ورزش ها مثل اینها برای شروع واقعا کافیه. البته من بهتون قول میدم وقتی شروع کنین طی مرور زمان قرار به ورزش علاقه‌مند بشین و جدی ترش بکنین. یه داستان شخصی میخوام براتون تعریف کنم. یه چیزی حدود 9 ماه پیش بود که 9 ماه نه 8 ماه مدارس شروع شد. رفتم داخل مدرسه با یکی از رفیقام آشنا شدم. این بدنسازی میرفت و بدنش هم واقعا بدن خوبی بود. تو اون دوره زمانی من فقط بسکتبال کار میکردم و هیچ ورزش دیگه ای نمیکردم. یه مدت گذشت این رفیقمون شروع کرد به ما گفتن که آقا پاشو بریم باشگاه. من به بهونه میآوردم. بهونه اصلیم چی بود؟ قدم بود. قد من کوتاهه و میگفتم آقا بیام باشگاه قدم میسوزه. بخوام راجع به این موضوع براتون یه توضیح بدم این وسط توی این داستانی که براتون تعریف کنم، ببینید باشگاه به هیچ عنوان قد رو نمیسوزنه. در صورتی که شما بیشتر از حد توانتون برای وزن زدن انرژی بذارید و بیشتر از توانتون وزن بزنید توی باشگاه، در صورتی که توی سن رشد باشین، تحریک تحریک قد شما برای رشد کمتر میشه که باز میتونید با یه سری ورزش‌ها اینو بیشتر هم بکنید، یه سری حرکت‌های خیلی ساده، ولی قد رو نمیسوزونه. خب داشتم میگفتم من با همین بهونه نرفتم آقا، اما توی خونه شروع کردم کم کم یه سری ورزش‌های ساده، همونایی که آخر ویدیو بهتون میگم و انجام دادم. گذشت 3-4 ماه گذشت، من راضی شدم که با این رفیقم برم باشگاه. شروع کردیم رفتیم باشگاه. انتظار داشتم که علاقه زیادی بهش نشون ندم، اما وقتی رفتم وارد جو شدم دیدم خیلی جذاب‌تر از اون چیزیه که من فکر می‌کنم. اول اینکه ما توی ایران توی کشوری هستیم که خب برای جایی مثل کلاب یا پارتی و اینجور چیزا خیلی کمه یا اصلا وجود نداره تو بعضی شهرها. برای اینکه شما بخواید توی یک جمعی قرار بگیرید، یه موزیک هیپ هاپ گوش بدین، یه همچین چیزی، یکی از چیزایی که شما میتونی بری اونجا و توی همچین شرایط قرار بگیرید همینه. میری باشگاه، یه موزیک رپ، حالا نه حتما رپ، یه موزیک شاد براتون پلی میشه و تو طول ورزش شما داری به اون گوش میدی.
اون وزن زدن ها خودش، اینکه اون نظم رو دارید رعایت میکنین خودش به شما کیف میده، باعث میشه شوق اشتیاق شما برای ادامه دادن بیشتر بشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که اون باشگاه رفتن خود تایم باشگاهش بخش خوشایند اصلیش نیست، بخشش بقیه روزتونه. بعد واقعا بهتون میگم انرژیتون رو و روزتون رو میسازه اون باشگاه رفتنه. وقتی میری باشگاه جون داری برای اینکه روز بعد بهتر شروع کنی. و حالا شاید اینا براتون سوال باشه چرا اینا میرسه به دلایل علمیش. خب اینکه آقا چرا ما وقتی میریم باشگاه شاد میشیم؟ بذارین چند تا چیزو بهتون بگم. اول من اسم هورمونا رو قطعا حفظ نکردم، ولی تو وهله اول زمانی که شما به عضلاتتون از عضلاتتون کار میکشین و باش یه فعالیتی رو انجام میدین، از عضلاتتون ماده‌ای ترشح میشه. خب نه اینکه ترشح بشه، در عضلات یه جوری ماده ایجاد میشه. ترشح شدن ماده مال عضله نیست، عضله به صورت خودکار ماده ترشح نمیکنه. خب عضلاتتون ماده‌ای رو توی بدنتون میسازه که این ماده وقتی به مغز میرسه باعث میشه افسردگی کم بشه و جلوی این که مغز بخواد به حالت استراحت یا اون غم بره رو میگیره و این به صورت علمی ثابت شده. شما از هوش مصنوعی بپرسی، توی مقالات سرچ میکنی، این موضوع رو میتونی ببینی. از طرف دیگه این ورزش کردن رو باعث سلامتی شما میشه. خود سلامتی جسمانی و داشتن یک جسم خوب روحیه شما رو شاد نگه میداره. اینکه آقا من بدنم خوبه قطعا باعث خوشحالیم قراره بشه. و این یه چیز کاملا منطقیه که ما میتونیم قشنگ ببینیمش. آقا کسی که سلامتیش در به اصطلاح بخوام بهتون میگم سالم نیست، یه مشکلی داره، آقا غم داره به خاطر اون مشکلش، اصلا طرف اصلا کمرش مشکل داره نمیتونه راه بره، خب این قطعا یه غمی رو برای اون آدم ایجاد میکنه دیگه. و شما فکر کن وقتی ورزش میکنی، این ورزش مداوم باشه، شما میرسی به 70 سالت اما هنوز بدنت سالمه، هنوز انرژی داری، به یه سری مرض‌ها یا مریضی‌ها دچار نمیشی. آقا مثل بعضی از کمردردا. یه نکته رو این وسط باز کنم، اگه شما به باشگاه بدنسازی برین و سنگین‌تر از وزنتون تمرین کنین بدتره، سنگین‌تر از حد توانتون. خب اینجوری به مفصل‌ها فشار و آسیب وارد میشه و طی چند سال آینده بدبخت میشین، قطعا آسیب میبینید. پس در حد توانتون کار کنید، نه 2 ماه رفتیم باشگاه جو بگیرن خب بریم ببینیم میتونیم 80 کیلو برسینه بزنیم یا نه. 80 کیلو برسینه کار کسی که 2 سال داره میره باشگاه. شما حتی بتونید هم بدنتون رو نابود میکنید. و اینا هم دلایل علمی بودن. حالا برسیم به پاسخ دادن به بهونه‌هاتون. یک، اولین رایج‌ترینش وقت ندارم. آقا وقت ندارم معنی نمیده شما اون گوشی رو باز کنی توی تنظیماتت مینویسه روزی حداقل داری 2 ساعت 3 ساعت تو اینستاگرام میچرخین اکثرتون. خود من روزی 1 ساعت و نیم دارم تو اینستاگرام میچرخم، همون 1 ساعت و نیم رو بذار ورزش کن. خب و اینکه ورزش کردن میتونه کم باشه. آقا لزوما نیاز شما روزی 1 ساعت و نیم ورزش کنی، یک روز در میون 45 دقیقه 1 ساعت هم ورزش کنید خوبه. بهونه دوم، پول ندارم. آقا ورزش کردن مگه پول میخواد؟ این اون چیزیه که میخواستم بهتون بگم و از اول ویدیو بهش اشاره کردم. برای شروع ورزشتون میتونین برین داخل پلی استور سرچ کنین ورزش در خانه، البته به انگلیسی اینو سرچ کنین. یه سری اپلیکیشن ها براتون میاد که حرکت‌های ورزشی داخل خونه بهتون نشون میده، یه ترتیبی براتون میچینه، یه برنامه تمرینی کامل بهتون نشون میده و شما ورزشایی که اون میگه رو زمین خونتون بدون هیچ تجهیزاتی انجام میدین. آره یک سری مودها و بخش‌ها داره که میتونی آقا تمرین با دمبل، اگه دمبل داشته باشی میتونی با دمبل انجام بدی، ولی حالت‌های نرمال هم داره. خب علاوه بر این ورزش‌هایی مثل دویدن، آقا دویدن هم به هر حال ورزشه، حتی اگه کم باشه اون تأثیر خودش رو توی زندگیتون میذاره، این هم میشه ورزش. یا طناب زدن هزینه‌اش اینه که 100 تومن شما هزینه کنی یه بار بری طناب بزنی، هم یه مهارته، هم خیلی زیباست، هم تو وزنتون تاثیر میذاره، هم تا حدودی عضله سازی میکنه، هم بقیه چیزایی که تا الان گفتیم رو داره، یعنی به اون شادی شما هم کمک میکنه کمک میکنه. پس اصولا بهونه دیگه ای نباید داشته باشین. اگه بهونه دیگه ای هم دارین این زیر کامنت کنین، میام جواب میدم و مطمئن باشین اون بهونه ها رو میشه یه جوری دور زد. اون بهونه ها اسمش روشه، بهونن، میشه
ازشون چشم پوشی کرد و اونقدر مهم نیستن. من خودم یه روز در میون میرم باشگاه بدنسازی، یه روز در میون میرم سالن بسکتبال و تا جای امکان تو خونه هم ورزش میکنم. من حالا میله بار فیکس دارم، بار فیکس میزنم و حرکت‌های ورزشی خیلی زیادی هم میتونم انجام بدم. بعد این مطمئن باشین که خودم ورزشکارم، بدن خوبی دارم و حالا اگه کسی که پیج اینستاگرام منو دارن هم بدنمو دیدن و از این موردم خیالتون تخت، من خودم کاملا ورزشکارم. خب اینا رو بهتون گفتم که برسیم به بخش پایانی ویدیو. تو این بخش پایانی میخوام دعوتتون کنم به یک چالش. فقط 15 روز شروع کنید به روزی 45 دقیقه تا 1 ساعت ورزش کردن. مهم نیست هر ورزشی دوست دارید. میتونید برین باشگاه، میتونید برین یه ورزشی مثل سالن، فوتبال، روزانه نه ببخشید اشتباه کردم، یک روز در میون. میتونید برین سالن، میتونید تو خونه تمرین کنید، هر ورزشی که دوست دارید. بهتون قول میدم بعد 15 روز اول چنان تغییر تو زندگیتون حس میکنین که خودتونم باورتون نمیشه و واقعا احتمال اینکه بیافتین تو دورش زیاده. یهو میبینی آقا یک سال گذشته، 2 سال گذشته، من یه بدن خفن دارم با همین تو خونه ورزش کردن، نه باشگاه رفتن. 1 سال گذشته، 2 سال گذشته، من یه آدم چاق بودم، چقدر لاغر شدم، چقدر خوب شده. پس ازتون خواهش میکنم که این چالش رو شروع کنین. ببخشید اگه یه سری جاها توپق زدم ویدیو، چون اصولا ادیت نمیشه، صرفا یه سری موزیک بک‌گراند ساده روش قرار میدم و سعی میکنم بهتر محتوا براتون از این به بعد تولید کنم. و میرسیم به بخش خداحافظی که چیز دیگه ای هم نمونه. تا ویدیوی دیگه فعلا خدا نگهدار.